سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم برای فال امروز. ببینید، چشم به مال و مقام و ناموستون دوختن و دارید مجادله میکنید. در حال مجادله و دفاع دارم میبینم شما رو توی محیط کار. اذیت میشید، تحریک میشید از سمت همکارا. به مقام شما چشم دوختن. اگر رقبای عشقی دارید، اگر سری دست به کار نشید، ممکنه که شکست بخورید، یعنی میدون رو به رقبا در واقع بدید. عزیزانی که متولد مهر، متولد بهمن و مرداد هستین، اگر کار قانونی و یا پزشکی دارین، به امید خدا حل میشه براتون. خبرهای خوش تو این زمینه وجود داره. در زمینه مالی و شغلی هم خبرهای خوبی به گوشتون میرسه و در واقع یک فرصت بهتون میدن برای شروع دوباره، برای استارت ها و شروع های شغلی و مالی در واقع جدید. اگر هم رابطه ندارین، احتمال شروع رابطه براتون وجود داره.